بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای انصاری محترم. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خبات هستم، از مهاباد زنگ میزنم. از مهاباد، بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری شرمنده مزاحم شدم. اولا ممنونم از برنامه خوبتون. دوم اینکه در منطقه ما این مجالس فاتحه خوانی و اینا خیلی زیاده. الان میخواستم یعنی ازتون ممنون میشم که یه صحبتی در این مورد بکنید که آیا فاتحه به فاتحه خوندن مثلا به مرده میرسه صاحبش، یا مثلا از نظر امام شافعی مغرب شافعی مثلا هستیم. بعدن چون در منزلم جا نمیشه به خاطر این تسلیت گیرینا، مثلا میریم مسجد، اونجا مثلا فاتحه میخونن، اغلب ملاهای ما اینجا فاتحه میخونن و جماعتم به تقلید از اون. حالا درست این کار بدعت؟ ممنون میشم یه چند دقیقه و این موضوع اگه صحبت داشته باشی خیلی ممنون میشم جناب آقای انصاری محترم. باشه، چشم. تشکر از شما. امری باشه. زنده باشید. خدا نگهدارتون. ببینید، قرآن کریم کتابی است که برای زنده ها فرستاده شده، نه برای مرده ها. متاسفانه امروز کتابی رو که الله سبحانه و تعالی فرستاد تا دلهای ما رو زنده بکنه، دلهای مرده رو زنده بکنه، این کتاب رو میبرن استفاده میکنن برای کسایی که مردن. هیچ نفع و ضرری هم برای اونها نمیرسانه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله. اگر که ابن آدم فوت کرد، فرزند آدم، هر انسانی، عملش از او قطع میشه الا من ثلاث، الا از 3 چیز. ولد صالح یدعو له، فرزند نیکویی که براش چیکار بکنه؟ دعا بکنه. یا علمی که علم نافعی که مردم از اونها استفاده بکنن. یا صدقه جاریه، مسجد ساخته باشه، پل ساخته باشه، مثلا یخچال آب سرد برای نوشیدن مردم ساخته باشه، یا راه درست کرده باشه، دارالایتام درست کرده باشه، مدرسه درست کرده باشه، مراکز تحفیظ قرآن درست کرده باشه. همه این اعمالی که این شخص انجام داده، اینها صدقه جاریه است. تا وقتی که این مدرسه وجود داره و طلاب میان در اونجا درس میخونن، ثوابش به این طرف میرسه. مسجد درست کرده، تا وقتی که مردم در اینجا میان نماز میخونن، ثوابش بهش میرسه. مراکز حفظ قرآن درست کرده، تا وقتی که میان در اینجا حفظ قرآن میکنن، ثوابش بهشون میرسه. خب کسی بگه شاید اگر این مرکز رو خراب کردن چی؟ کسانی که در اینجا قرآن یاد گرفتن، هر آیه‌ای که تلاوت میکنن، هر حرفی که تلاوت میکنن، به هر کسی دیگری قرآن میآموزن و اون به کسی دیگه. تا روز قیامت هر کسی که قرآن میخونه و شخص اولی کسی بوده که در این مرکز حفظ قرآن رو یاد گرفته، یک کاپی از ثواب اینها در نامه اعمال اون شخص نوشته میشه. اما یک انسانی که شراب خورده، زنا کرده، هزار یک فسق و فساد داشته، شما شب تا صبح تو خونش، تو مسجد، در خیابونها همه شهر رو ببندید، همه مردم رو دعوت بکنید، 1000 تا ختم قرآن بخوانید، 1000 تا مراسم فاتحه خوانی براش بذارید، به اندازه سر سوزن فایده‌ای براش نداره. اگر میگید داره، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید از قرآن، دلیل بیارید از سنت. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که غیر از این 3 چیز دیگه هیچی به درد ابن آدم نمیخوره. غیر از این میخواد ملا باشه، میخواد آخوند باشه، میخواد ماموستا باشه، میخواد مولانا باشه، میخواد پیر باشه، ملنگ باشه، حجت الاسلام باشه، هر کسی که میخواد باشه، دلیل از قرآن بده، دلیل از حدیث بده. در اینجا 2 گزینه شما بیشتر ندارید، یا بگید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاذ بالله دروغ میگه، یا که این کسی که این ادعا میکنه که این قرآن خواندن ها، این فاتحه خوانی ها نفعی برای مرده داره. یکی از این 2 تا کدومش انتخاب میکنید؟ برگردید به ایمان خودتون، به تقوای خودتون، به اسلام خودتون، کدومش انتخاب میکنید؟
به کی میخواید تهمت دروغ بزنید؟ به رسول الله یا به این کسی که ادعا میکنه که این کار ثواب داره؟ ثواب داره، بده دلیل از قرآن، بده دلیل از حدیث. دلیل براتون آورد، دلیلشو بررسی بکنید، مطابق قرآن و سنت بود، مطابق حدیث صحیح بود، قبول بکنید، نبود بزنید به صورتش، هر کسی که میخواد باشه. این سبحان الله امروز مردم دوست دارن حج برن. خدا شاهده، من کسایی رو میشناسم دوست دارن، قلبشون میتپه برای رفتن به حج، چون مصارف مهمانی های بعد از حج رو ندارن، نمیتونن حج بیت الله برن. تا روزی که پدرش، مادرش، برادرش یا خویشاوندانش زنده هستن هیچ. مرده که رفت، خدا بیامرزدش. حاصل بدبختی برای کسی شروع میشه که زنده است. از برای خدا پیامبر این کارو نکرده، ابوبکر این کارو نکرده، عمر این کارو نکرده، عثمان این کارو نکرده، علی این کارو نکرده. شما از کجا آوردید؟ طرف که پدرش میمیره یا یکی از بستگانش میمیره، یکی از اعضای خانوادهش میمیره، اصلا اون مرده که رفت، این بیچاره 1000 مرتبه میمیره. این روز اول، روز دوم، روز سوم، روز هفتم، روز 40، روز 30، روز 20، سال دومش، هر سال. کی گفته اینو؟ در کجا اومده این؟ اگر همه کره زمین رو شما بگیرید خیرات و صدقه بدید برای کسی که عملی که خودش در دنیا انجام داده به دادش نرسه، اونو نجات نده، نمیتونه نجات بده. تنها فرزند صالح، علمی که از اون مردم استفاده بکنن. کسی کتابی نوشته، مردم کتابش رو میخونن، از کتابش استفاده میکنن، این صدقه جاریه است. علمی که مردم از علمش استفاده میکنن. فرزند صالح قرآن بخونه، ثوابشو ببخشه به پدر و مادرش، دعا بکنه براشون، صدقه بده براشون، صله رحم. شما دوستان پدرتون رو که با پدرتون با مادرتون به اصطلاح دوستای اونا بودن، به اونها بعد از وفات پدر و مادرتون نیکی بکنید، براشون صدقه بدید، براشون وقف بکنید، براشون مسجد بسازید، ثوابشو به اونا ببخشید. در دعا بهترین صلاحی که مؤمن داره. اما این مسائلی که متاسفانه امروز در مراسم فاتحه خوانی رخ میده، نه تنها در کردستان، در خیلی از شهرها و کشورها متاسفانه ربطی به اسلام نداره، بلکه این بدعت هایی است که از دیگر ادیان متاسفانه وارد اسلام شده.